علما میگن که قبر همیشه 4 پیام به انسانهایی که روی زمینن میده. میگه من خانه مار و مور و عقربم، انا بیت الدود، من خانه کرم ها هستم. انا بیت الغربه، من خانه غربتم. انا بیت الوحشه، من خانه وحشتم. انا بیت الظلمه، من خانه تاریکی ام. برای تاریکی من چه آماده کردید؟ چه چراغی؟ ما چیز تاریک رو وقتی میخوایم تشبیه بکنیم میگیم مثل گوره، مثل قبرستان تاریک، مثل گور. میگه برای تاریکی من چه آماده کردید؟ چه چراغی، چه مشعلی، چه روشنایی؟ برای غربت من چه آماده کردید؟ هر کسی تو قبر قرار گرفت غریب میشه، فراموش میشه، تنها میشه، کسی یادش نمیکنه. نزدیکترینمون هم فراموشش میکنیم. بعد از مدتی غریب تنها میخوابه. بارها شده سر قبرستان رفتیم، توجه به قبر پدر و مادرمون هم نکردیم. انسانی که مرد بعد از مدت فراموش میشه، غریب و تنها میشه. چه انسی که اونجا باش انس بگیری، تو غربت من از تنهایی در بیایید. القبر اما روضة من ریاض الجنه و اما حفرة من حفر النیران، فروح و ریحان و جنت و نعیم. اگر پرونده ما و شما با نیکی جمع بشه، خداوند پنجره‌ای در قبر شما باز میکنه، روح و ریحان بهشت، اون بوی معطر و خوش بهشتی به مشامتون میرسه. تا چشم کار میکنه خداوند قبر رو از دو پهلوی شما دور میکنه و باغی از باغهای بهشت خواهد شد. بعد میگه برای مور و مار و عقرب من که شما مسئول باشید. این چشم بلورین شکل ظریف، این کفن زیباست سفید پاک، وقتی تو قبر گذاشته شدید این کرم مقابل چشم سوراخ میکنه، اون مردمه که چشم تو خاک و کرم میخوره. خاک اجازه نداره جسم 2 نفر رو بخوره. یکی جسم انبیا که ما نمیتونیم انبیا بشیم، انبیا تمام شده. 2 جسم شهدا، شهیدم که در راه خدا شهید شده، خاک اجازه نداره جسمشو بخوره. اگر قبر حضرت عمر یا حضرت حمزه، مصعب، شهدایی که در راه خدا شهید شدن الان خاک برداری بشه، مثل این که تازه شهید شدن، تازه خون زنده است رو بدنشون. در نتیجه شهید نه غسل داره، نه کفن داره، نه نماز جنازه داره، همون لباس خودش. سبحان الله. مثل این که الان 1000 سال پیش شهید شده، مثل این که الان دفن شده، بدنش گرم تازه. اینو که میتونیم داشته باشیم، اون یکی نمیشه. تلاش بکنیم خوب بمیریم، زیبا زندگی بکنیم، خوب زندگی بکنیم و خوب بمیریم. بعد میگه من خانه وحشتم، انا بیت الوحشه، برای وحشت من. همه از قبر میترسیم، اما یک نفر از قبر نمیترسه، اونی که توشه داره، اونی که آماده است. وقتی اجل بلال رسید رضی الله عنه در شام بود، یاران و دوستانش کنار نشسته بودن، اشک میریختند. گفت برای من گریه نکنید، برای خودتون گریه بکنید. من از روزی که دستم تو دست رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشتم، خلاف اون تعهد و بیعتم عمل نکردم. سبحان الله. از روزی که گفتم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، خلاف این تعهد عمل نکردم. و این جمله رو گفت غدا القى الاحبه محمدا و حزبه. کافی است که من این جانو تسلیم جان آفرین بکنم، همین کافی است که روحم از این کالبد بیرون بیاد. فرداش یه لحظه بعدش القى الاحبه، ملاقات میکنم با کسانی که خیلی دوستشون دارم. و اونا کیان؟ محمدا و حزبه، محمد و یاران و حزب محمدن در فردوس اعلی منتظر منه.
انسانی باید احساس پریشانی و ناامنی و تنهایی و غربت بکنه که دستش خالیه. بهترین توشه قرآنه. بهترین سرمایه وقتی داری قرآنه. بزرگترین سرمایه پایداری که هیچ موقع فنا نمیشه وقتی تو زندگی، تو خانوادت، تو خانمت، تو همسرت، تو شوهرت، تو پدرت، تو مادرت، تو اولادت هست، قرآن هست. توجه خاصی به قرآن بکنیم. چند چیز از ما شکایت میکنن، نباید این چند چیز رو در دنیا غریب بکنیم، تنها بکنیم. مسجد شکایت میکنه از نمازگزاران و همسایه هایی که چه مسجد رو بهش توجه نمی کنن، آباد نمی کنن. میگه خدایا این همسایه های منو غریب کردن، به من توجه نکردن. مسجد شاکیتون نشه. عالم روز قیامت شکایت میکنه از مردمی که علما رو غریب کردن. خواننده ها پیششون خیلی عزیزن ولی علماشون پیششون تنها و غریبن. حرفشون گوش نمیدن، بهشون توجه نمی کنن. امروز تو جهان اسلام فوتبالیستا و هنرپیشه ها و خواننده ها و رقاصه ها یه مخنثی سر عروسی آورده بودن، خوب میرقصید. یکی از مادرها دست پشت کمرش میزده، میگفته ماشاءالله ماشاءالله اللهم صل علی محمد. برای یک مخنث رقاصه عجب رقصی کردید. خدا اون روز نیاره که مساجد ما غریب بشن، علمای ما غریب بشن. قرآن شکایت میکنه. از این برادر مسلمان بپرس، من تو خونش بودم، تو تاقچه گذاشته بودم، گرد و خاک میزدم، چرا منو غریب کرد؟ چرا به من توجه نکرد؟ تلاوت نکرد؟ 5 تا کار باید انجام بدیم در قبال قرآن. یک، خوب گوش دادن به آیات قرآن. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وقتی قرآن خونده میشه باید چه؟ سر تا پا گوش. هیچ عزیزی زنگ تلفنش و موبایلش و قرآن نگذاره. بعضی عزیزان فکر میکنن که اگر آهنگ موبایلشون قرآن بذارن خیلی کار خوبیه، این تقواست. نه، چون وقتی قرآن خونده میشه، دستور اکید خداونده، وقتی قرآن خونده میشه گوش بدید و ساکت باشید، شاید شما رحم بشید. طرف موبایلش آهنگش گذاشته قرآن، تا زنگ میزنید قرآن میخونه، یک دفعه تق قطع میکنه، حرف تو رو گوش میده، کلام خدا رو قطع میکنه. تق. آهنگ موبایلتون یک زنگ معمولی باشه. نه خواننده ها نه اونایی که فکر میکنن متدینن قرآن بذارن تو آهنگ موبایلشون، چون وقتی قرآن خواست تو حق نداری قطعش بکنی، باید گوشش بدی. الله داره با تو صحبت میکنه. خوب گوش دادن، بعد خوب خوندن، خوب تلفظ کردن. و رتل القرآن ترتیلا. قرآن را زیبا شمرده با دقت با حوصله بخونید. من لم یتغن بالقرآن فلیس منا. کسی قرآن را خوش آهنگی، خوش آوازی، صدای زیبا نخواند از ما نیست. الله اکبر. چه صداهای زیبایی الان تلاوت کردن که لذت بردیم. باور بکن چه آرامشی است این قرآن. باید وارد قلبهای ما، زندگی ما، خانه ما در باز بکنیم تا قرآن بیاد تو زندگی ما، تو زندگی بچه های ما. هر کاری که خدا دوست داره با این کلامش با دلهای ما و بچه ها و خانواده های ما انجام بده. بذارید قرآن ما رو تربیت بکنه. عمل سوم در قبال قرآن، بعد از اینکه خوب گوش دادید، بعد خوب تلفظ کردید، خوب خوندید، خوب فهمیدن قرآنه. قرآن درست خوندنش ثواب داره، هر حرفی 10 حسنه، ولی هدف عمل کردن به قرآنه. ما باید در قرآن تدبر بکنیم. الا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اونهایی که برای فقط اکتفا میکنن و لذت میبرن برای خوندن قرآن، اگر توجه به معانی قرآن نکنن،
بیچاره و محروم و بدبختن. با وجود قرآن تو سینه‌ش حافظ هست اما نمیفهمه، برای فهم قرآن تلاش نمیکنه. پس گام سوم خوب فهمیدن. گام چهارم هدف فهمیدن تنها نیست. لما تقولون ما لا تفعلون. بعد از اینکه آگاه شدید باید عمل کنید. بعد از اینکه جهل از صدور شد و فهمیدید باید یه تفاوتی باشه بین نفهمیدن و فهمیدن.